در حاشیه برگزاری فوروم بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2025 جهت استقبال سزاوار روز صاحبکاران و بخشیده به سالهای رشد صنعت 2022-2026 در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان سنه 15 اکتبر سال 2025 کنفرانسی بین‌المللی علمی نظریوی زیر عنوان رشد صاحبکاری خرد و میانه در شرایط صنعت‌کنانی با سرعت اقتصادیات دایر گردید. رکتور دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان ستارزاده باباجان عبدالجبار ضمن سخن افتتاحی ابراز داشت که تأمین رشد استوار اقتصادی ملی از فعالیت با ثمر بخش خصوصی و صاحبکاران وطنی وابسته است. مخصوصا رشد صاحبکاری 3 ساله یکی از عامل‌های فراوانی بازارهای کشور با محصولات بلندصفت وطنی به شمار می رود. با دستگیری‌های همه‌جانبه حکومت مملکت سالهای آخر فضای صاحبکاری 3 ساله کشور را به رشد آورده، رقابت‌پذیری محصولات وطنی در بازار تجارتی تأمین گردیده شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رشد بخش صاحبکاری را همچون سمت اساسی سیاست اقتصادی دولت ارزیابی نموده تاکید کردند که من بعد فعالیت بخش خصوصی، صاحبکاری و انکشاف با سرعت تجارت خرد و میانه در کشور از عامل‌های اساسی رشد اقتصادی ملی خواهد بود. در ادامه کنفرانس باباجان ستارزاده قید نمودند که در دایره تدبیرهای اندیشیده حکومت جمهوری تاجیکستان زیر سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دوام 34 سال استقلال دولتی 4 مراتب کودکس انداز جمهوری تاجیکستان با تحریر نو مورد عمل قرار گرفت که این بر رشد فعالیت صاحبکاری از جمله صاحبکاری 3 ساله خرد و میانه زمینه فراهم آورد. جهت دستگیری و فراهم آوردن شرایط مساعد رشد بخش صاحبکاری تا امروز از جانب حکومت مملکت به صاحبکاران وطنی بیش از 120 نمود امتیازهای اندازی و گمرکی پیشنهاد شده است. در ادامه کار کنفرانس امید دولتزاده دیرکتور مؤسسه دولتی پژوهشگاه علمی و تحقیقاتی مالیه نزد وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در موضوع رشد صاحبکاری در شرایط اقتصادی رقمی وضع معاصر و دورنمای آن در جمهوری تاجیکستان معروضه کرد. قید گردید که در تاجیکستان رشد صاحبکاری در شرایط اقتصادی رقمی با واسطه تطبیق برنامه‌های دولتی بخصوص برنامه میانه مهلت رشد اقتصادی رقمی عملی گردیده شده است. اساس این رشد جلب سرمایه به تکنولوژی‌های رقمی، وسیع نمودن حساب برابرکنی‌های غیر نقدی، رقمی کنانی‌های ساحه‌های اقتصادی، بلند برداشتن صفت اینترنت فراخ موج و رشد ساحه‌های علاقه و خدمت‌رسانی‌های الکترونی میباشد. سپس راهبر گروه تطبیق لایحه رشد صاحبکاری خرد جیکا در موضوع راهبسته رشد در شکوفایی تاجیکستان اهمیت دستگیری صاحبکاری خرد معروضه نموده افزود که برنامه‌های مشترک جیکا واسطه مهمی همکاری تکنیکی میباشند که رشد ذخیره‌های انسانی و حل مشکلات را در کشورهای رو به ترقی دستگیری میکنند. سپس به طریق آنلاین بختیار نوروزاده پروفسور کافدره مارکتینگ و منیجمنت دانشگاه دولتی بخارای جمهوری ازبکستان ضمن ارائه معروضه در موضوع راه‌های رشد بیزنس سیاحی بین ازبکستان و تاجیکستان گفت که راه‌اندازی همکاری‌های مؤثر میان شرکت‌های سیاحی ازبکستان و تاجیکستان برای هر دو کشور از جهت اقتصادی سودمند است. بعداً سیدزاده فیروز محمد حکمت الله دیرکتور مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان در موضوع رشد استارتاپ‌ها در تاجیکستان، بیزنس اینکوباتورها، استفاده امکانیت‌های پلتفرم‌های معاصر منطقوی برآمد کرد. طبق اطلاع موصوف مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان در دایره وکالت‌های آیین‌نامه‌ای خود عاید بر رسانیدن دستگیری متدی مشورت‌ها با صاحبکاران نو و با نظرداشت تجربه بیزنس اینکوباتورهای کشورهای متمدن در سمت رشد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌نماید. در انتهای کنفرانس محاکمه برگزار گردیده در محاکمه پروفسوران دانشگاه منظوره کاشانова، رستم رحمتزاده و اینامجان امینوف فعالانه اشتراک نمودند.